بالاخره فیلم ماینکرافت هم اومد. تاریخ انتشار فیلم ماینکرافت که الان داری تریلرش رو اینجا داری میبینی 4 آپریل یا همون 15 فروردین قرار منتشر بشه و الان هم که هنوز سال جدید نشده و 1403 هستش، چیزی نمونده تا فیلم ماینکرافت پخش بشه و تقریبا یه ماه دیگه، حدود یه ماه دیگه این فیلم پخش میشه و با هم دیگه میایم اینو نقد و بررسیش میکنیم. حالا چرا راجع به ماینکرافت فیلم ساختم؟ خب مشخصه چون اینقدر محبوب و ترند شده که دیگه فیلم هم ازش ساختن که واقعا ازش خوب پول در بیارن. ماینکرافت یه بازی دنیای جهان بازه، یعنی تو هر کاری که دوست داری میتونی توش انجام بدی. حتی میتونی مثلا شیطان کوش رو بیاری تو این ماینکرافت، یا حتی مثلا بیا کال آف دیوتی رو بیاری تو این ماینکرافت، یعنی هر ابزاری که دوست داری میتونی توش بسازی و همین باعث شده خیلی مورد محبوبیت قرار بگیره. البته مولتی پلیر بودن تو این بازی هم خودش دیگه بیشتر به جذابیت این بازی افزوده که حالا فیلمش هم به زودی منتشر میشه و ما تا 15 فروردین صبر میکنیم تا اون موقع که شد و فیلمش پخش شد میایم هم دیگه نقد و بررسیش میکنیم واقعا ببینیم فیلم خیلی خوبی هستش یا نه. تریلرش که واقعا میگه فیلم خیلی خوبیه. خب حالا باید فیلمشو دید واقعا داستانش چیه. داستانش حالا به صورت کلی همونجوری که تریلرش مشخصه، یه عده گروه خاص میافتن توی دنیای ماینکرافت و طبق اون دانسته‌هایی که راجع به ماینکرافت دارن میخوان جون خودشون نجات بدن و از این دنیا بیان بیرون. اگر عاشق ماینکرافتی همان لایک کامنت زنگ و دیگه نره. مشتاق